ایلیم یکی از باشندگان دائمی وокزال یاروسلاو می باشد. به جز او در میدان معروف سه وокزال مسکو ده ها افراد بی سرپناه زندگی می کنند. بعضی از آنها به مثل ایلیم از قرقیزستان آمدند. من میدانم که آنها در کجایند، در آنجا یا در اینجا. در مجموع من همه جایهایی را که قرقیزها هستند میدانم. ایلیم میگوید هیچ یکی از شناسای او چنین زندگی را برای خود آرزو نکردند. همه آنها برای بهتر کردن زندگیشان آمده بودند. خود ایلیم زمان در قرقیزستان به حیث راننده کار میکرد، اما بعد تصمیم گرفت که برای کار به مسکو رود. قرقیزها در داخل وокزال قزان زیادند. تعداد قرقیزها در وокزال پاولتسک نیز کم نیست. من همه آن جایهایی که خوراک میدهند میدانم. ایلیم ما را به جایی میبرد که برای افراد بی خانمان خوراکی بی پول میدهند. در بین ازدحام پیدا کردن قرقیزها دشوار نیست. مرد میگوید یک سال میشود که حجت ندارد، ولی به هیچ نهاد نیز برای کمک مراجعت نکرده است، زیرا باور دارد که بیفایده است. مردی که نخواست نامش را بگوید با دل نخواهم گفت که 52 سال است و در مسکو هر کاری که پیش آمد اجرا میکند. لباس تنش تازه و آزاده است، ولی جای خواب دائمی ندارد. وقتی پولش برای خوابگاه نرسد، شبش را در وокزال روز میکند. برای دریافت حجت خواهش مراجعت به سفارت قرقیزستان را ندارد. اولان سابق برقچی است. به مثل اکثریت در این وокزال بوده ها درباره آنکه چگونه در کوچه مانده است نقل کردن نمیخواهد. بیشتری ها از آن بیم دارند که نزدیکانشان در وطن آنها را میشناسند. قرقیزستانی ها گاه مخصوص به سراغ پیوندانشان به وокزال می آیند. روزی به من عکسی را در تلفن نشان داده پرسیدند که آیا من او را میشناسم. گفتم او را میدانم و آنها را به مغازه پرستول، جایی که مشروبات میفروشند، بردم. وقتی پیدا نکردیم به کراسنوسلسک رفتیم که از پیشمان پیدا شد. او را زود به تاکسی سوار کرده بردم. راهروبها و باغبانها، به خصوص آنهایی که از قرقیزستان آمدند، نسبت به افراد بی خانمان رحمشان می آید. بیشتر قرقیزها در اینجا میزده می شوند. ما گاه با آنها صحبت می کنیم. برای من زندگیشان را قصه می کنند. هر قدری از دستمون می آید به آنها کمک می رسانیم. در خنکی ها لباس و پای افزال می دیم. اما به همه یاری رسانیدن امکان ناپذیر است. به نقل اصیل به نزد او قرقیزهایی می آیند که افراد نزدیکشان را جستجو دارند. بعضا این جستجوها خوش می انجامند، اما گاه هیچ کس به سراغ آدمان بی خانمان نمی آید. میدانید در اینجا یک زن با کودک خردسالش زندگی میکرد. تقریبا 1.5-2 سال در همین جا میزیست، ولی بعد ناپدید شد. نمیدانیم که با او چی شد و چی رخ داد و کجا شد. مسئولان سفارت قرقیزستان درباره شخصان بی سرپناه مانده در وокزال‌های روسیه خبر دارند. آنها اطمینان میدهند که آمادند به این قرقیزستانی ها برای تهیه حجت‌هایشان یاری رسانند. تهیه حجت ها دشوار نیست. اگر نفری خواهش بازگشتن به قرقیزستان را داشته باشد، برایش سند 1 ماهه داده می شود. ما همچنین می توانیم شناسنامه بدیم. برای این آمدن به سفارت و پیشنهاد شهادتنامه تولد لازم است. اگر شهادتنامه نداشته باشد، ما نام این شهروند را توسط بایگانی پیدا کرده برایش سند می دهیم. ولی مسئولان سفارت شماره قرقیزستانی های بی خانمان در روسیه را ندارند، زیرا شعبه مهاجرت چنین آمار را ترتیب نداده است.